یک دیگ کلانی را بیارین، در همین دیگ آب ریزین. چنان میگوید صاحب تاریخ میگوید چنان آب ریختند، چنان آتش ماندن که قریب که همون دیگ از حرارت گرمی خود آب میشد. عبدالله را راست کرد، گفت از دین محمدی پس میگردی یا نمیگردی؟ و ایلا نگردی گفت انا همین دیگ دا گفت الحال پرتافته میشوی. عبدالله میگوید وقتی این دیگ دید خود میگوید قدم زنان به پیش دیگ رفت، خود قدم زنان به پیش دیگ رفت. امروز ما از تهمت میگریزیم، امروز نمیخواهیم که یگان بلای به سر ما و شما بیاید. حضرت خود به پیش دیگ رفتند و گریه کردند. وقتی گیراکل میگوید دید که حضرت عبدالله گریه دارد خنده کرد. گفت از مرگ ترسیدی؟ گفت نه. گفت قسم گفت با آن خدایی که جان محمد در دست اوست، گریه من برای این است که پروردگار مرا یک جان داده است. کاش که مرا 100 جان میداد و این گونه عذاب میکشیدم، الحال من نزد پروردگار میرفتم. این سخن عبدالله بود. وقتی گیراکل این سخن میگه شنید، باز یک بار رو افتاده شد. گفت این مردی هست که بسیار مردی صادق است. از پیش دیگ پس گردان و گفت به یک غرفه تنها برینش. وقتی غرفه تنها بردن، یک زن فساد فاسقه رقاصه را میگد گرفت آورد و گفت در پیش وی میروی، چنان رقص میکنی، تمام بدن خود عریان میکنی، کاری میکنی که وی شیفته خودت میکنی. میگد وقتی این رقاصه پیش ای در آمد با تمام همون لباس هایی که امروز بعضی از مردم ما و شما میپوشند، از این در بدترش میگه پوشید و در پیش عبدالله میگد خودش زینت دادن میگرفت، تاب میخورد، هر گونه فتنه ها را در پیش او میکرد. عبدالله باشد میگه در بالای جای نماز میخواند. فقط کلمش چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله. از این سخن باز نمیگشت. از بین میگوید یک روز گذشت، گیراکل فریاد زد رقاصه را بیارین. گفت با همراه عبدالله. گفت چی خدمت کردی؟ گفت تو مرا پیش انسان روان کردی یا پیش یک سنگ روان کردی؟ هر چی گفت مهنت کردم، به خدا قسم گفت از نمازش بیرون نمیشد، فقط لا اله الا الله کلمه داشت خلاص. عاقبت باز گیراکل یک نقشه آخر کشید. نقشه آخرش همین بود که گفت 3 روز عبدالله را گرسنه مانید. 3 روز در پیش فقط شراب و در پیش در یک ظرف گوشت خوب ارده گذارید. 3 روز حضرت عبدالله میگوید این عذاب کشیدند، فقط رو به عبادت، رو به سوی الله ذکر میکردند. 3 روز بعد میآیند میبینن همون طعام، میبینن همون شراب مثل خود استادگی هست. گیراکل فهمید که عبدالله بازگشت ندارد. آخران پیشنهاد کرد. ای عبدالله، گفت پیشنهاد میکنم اگر بجا بیاری گفت خلاص میشوی، اگر نیاری گفت این را هلاکت میکنم. سری مرا گفت بوسه میکنی، سری مرا بوسه میکنی. گفت من ترا خلاص میکنم. گفت البته مشرک بود، گیراکل مشرک بود. الله در قرآن مشرک ها را نجس گفتگی است. حضرت عبدالله میگوید وقتی قدم به سوی بوسه زدن میکرد قبول کرد. فقط چی گفت؟ گفت ای گیراکل، گفت من سری ترا بوسه میکنم زمانی که اگر تمام اسیران مسلمانی که در دست تو هست همراه من اگر خلاص کنی. گیراکل قبول کرد. میگوید حضرت عبدالله به سوی پروردگار مناجات کرد که الله گفت قسم به عظمتیت که من از ترس و از برای عذاب سر این مشرک این نجس بوسه نمیکنم. من فقط به خاطر همین مسلمان هایی که امروز اسیر هستند و عذاب دارم به خاطر اینها گفت سر این نجس گفت من بوسه میکنم. و روز قیامت اگر از من پرسی هم ای عبدالله چرا این مشرک سرش بوسه کردی، من میگویم که به خاطر همین مسلمان ها کردم. میگوید آمد صاحب کتاب میگوید چنان بوسه کرد که
حتی گیرکل حس نکرد که لب عبدالله به بالای سر او رسید یا نرسید. این گونه بوسه انجام داد و میگه تمام اسیرها را گیرکل در اختیار عبدالله داد و رهاشون کرد. وقتی عبدالله میگوید به مدینه آمد به نزد حضرت عمر، این واقعه را همشه پره به حضرت عمر حکایه کرد. حضرت عمر از جای خود خیست و گفت به تمام مسلمان ها گفت امروز واجب است که سر عبدالله را بوسه کنند. چگونه ای که عبدالله سر این یک نجس بوسه کرد به خاطر مسلمان ها، همه شما را گفت واجب است که سر عبدالله را بوسه کنید. و اولین نفری که گفت بوسه میکند این عمر ابن الخطاب است. حضرت عمر خود میگوید پایان شدن بوسه کردند و تمام آن مسلمان ها هم سر حضرت عبدالله را بوسه کردند. بین این قدر عذاب ها را حضرت ها کشیدند لیکن تسلیم نشدند، لیکن از کلمه لا اله الا الله محمد و رسول الله پس نگشتند. یا قصه حضرت بلال برای همه شما مشهور است. وقتی که امیه ابن خلف این بدبخت وقتی حضرت بلال که به پشت میخوابانید، شما صحراهای مکه را تصور کنید. در همین بیرونه که ما و شما حرارت خیلی پست است، طاقت کردن میتوانیم. در مسجدی که کم گرمی دارد طاقت کردن میتوانیم. حضرت بلال کرتش از بدنش کشیدن، بالای قمهای همون 50 و 60 درجه عربستان خوابانیدن و در بالای شکم حضرت یک سنگ کلان گذاشتند. روز تا بیگاه همچنان خواب بود. وقتی به نزدش امیه که میرفت، آب که میریخت تشنه آب بود، آب در زمین میریخت. حضرت بلال چی میگفت؟ احد احد، خدا یک و یگانه هست، خدا یک و یگانه هست. امیه هر چی پیشنهاد میکرد قبول نمیکرد. شب میشد تا روز نوکراش فرمان میداد با زنجیر در پشتش میزدند. حتی میگوید صاحب کتاب میگوید که همون انسانهایی که عذاب میدادند اونها مانده میشدند. سحر با اون زخمهای بر پشت باز در بالای ریگ میخوابانیدند. لیکن احد احد، حضرت از این کلمه پس نگشتند. ابوبکر صدیق این حالت دید، آمد گفت اینا چند تنگه میفروشی؟ گفت 10 تنگه میفروشم. حضرت ابوبکر او را خلاص کردند. امیه ابن خلف گفت، ابوبکر گفت عقلش خورده است، اگر 1 تنگه میگفت من سیاه حبشی را میدادم. حضرت ابوبکر گفت اگر تو ای لعنتی، گفت اگر قدر این بلال تو میدانستی 100 تنگه میگفتی به خدا قسم من میخریدمش. کین افسوس تو قدر این انسان نمیدانی. برای من هر یک مشکلاتی که به سر هر کدام ما و شما میآید، ما و شما صبر کننده هستیم. ان شاء الله اینها را تحمل میکنیم، در نزد پروردگارمان ما و شما اجر خیلی زیادی را نائل میشویم. چند برادرها، من در یک مکتوب جواب اینها را پس میگردانم، چند برادرها از ما خواهش کردند که در باب نفرهایی که 2 زنه هستند، 3 زنه هستند، در باب همینها در اطراف اینها کمی صحبت کن، زیرا بسیاری از برادرهای هستند که امروز صاحب 2م زن 3م زن میشوند، زن اولی که همراه او بود و یا دیگر فراموش میکنند، به او دیگر هیچ توجه ندارند و یا دیگر به او محبت ندارند. برادرای عزیز، خداوند در قرآن به همه ما و شما بندگانش گوشزد میکند در سوره نساء آیت 2: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. الله امر میکند که هر یک مرد اینجا هر یک مرد همون مردهایی که شرایط داشته باشند، مردهایی که شرایط دارند، الله به اونها میگوید میتوانید که 2 زن 3 زن 4 زن در نکاح خود درآورید. این شاید این صحبت مرا اگر مبادا یگان خواهر و یگان زن شنود، شاید دلی او درمند شود که این گویم یک بی حرمتی نسبت زنها می شده باشد. لیکن تمام خواهران و تمام مردمی که این صحبت می شنود، شما یقین دانید که سیرزنگی پیش از اسلام هم وجود داشت، فقط حد
نداشت، بلکه در وقتی این سحر من یک تفسیر خواندم بعضی از شخصانی بودن تا 100 زن داشته‌اند، 13 زن، 50 زن، 40 زن میگرفته‌اند. این یک مهربانی پروردگار است که حقوق زنها را برای پایمال نشدنشان، حق زنها را برای بلان برداشتنشان برای مردها چیکار کرد؟ از 4 زن دیگر زیاد اجازت نداد. زیرا وقت زن اگر 10 تا شد، 20 تا شد، 40 تا شد، اونا دیگر چی است؟ اونا را دیگر هم یک بار مرد استفاده میبرد و دیگر به اونا توجه ندارد. از این خاطر این رحمت پروردگار است که برای مردها تا 4 زن در قرآنش چی گفت؟ حلال گردانید. حتی زنها هم قدر و قیمتشان از زمانی که اسلام پیدا شد از همون زمان دیراب کردند. این آیات های قرآن چی سوره نساء چی سوره نحل برای ما و شما بیان میکند. خداوند در سوره نساء میگوید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. این آیت دلالت میکند که زنها پیش از اسلام قدری نداشتند. خدا میگوید شما ای بندگان من، ای مردها، آن زنهایی را که پدرهای شما گرفتن شما آنها را دیگر نکاح نکنید. چگونه ای که مردم پیشین مادرهای خود نکاح میکردند. این را الله در قرآن گفته ایستاده است که وقتی مرد زن میگرفت، یعنی وقتی که گویم مادری او را وقتی پدرش سر کی میداد فرزندش را نکاح کرده میگرفت. این یک قانونهای وحشیانه وجود داشت. یا اینکه سوره نحل اگر ما و شما نظر کنیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ما ساء يحكمون. پروردگار چی میگوید؟ الا ساء ما يحكمون. هر وقتایی که اگر با یکی از شما تولد دختره که خبر میدادن ظل وجهه مسودا، چهره وی سیاه میشد، غمگین میشد. چگونه اینکه امروز بعضی از جوانای ما و شما با آمدن دخترم که غمگین میشوند زمانهای پیش از اسلام در میگه غمگین میشدن. این پدر چی حکم میکرد؟ یا اینکه زنده به زنده او را برده گور کند، یا اینکه او را با این عار و با این بیناموسی چیکار کند؟ پرورش کند. حضرت قیس ابن عاصم صاحب تفسیر ابن کثیر میگوید 13 دختر خدا به دستش میگوید زیر خاک کردگی است. صاحب کتاب باز میگوید حضرت دحیه کلبی 70 دختر خدا در زیر خاک کردگی است. اینا همش موضوعی بودن که قدر زن بعد اسلام پیدا شد. از این خاطر 4 زن در امر کردن پروردگار این به حرمتی نسبت زنها نیست. این حکمت هم دارد. بینن امروز حتی که حساب عماری قطعی، همین حسابایی که در تاجیکستان ما میکنن، میگوین 60% مرد است و 40% زن است. تصور کنید که 20% زنها به شوهر میمانند. اینا چیکار میکنند؟ امروز مردم غرب یعنی مردم اروپا خواستن که همین یعنی بسیار زنگی را پیش گیرند، لیکن این بی حیایی و فاحشگی و زنا را در مردم غرب تماشا کنید. یعنی این همه وقت به ضرر جمعیت حل می شود. بودن 2 زن یا 3 زن برای مرد گناهی نیست، لیکن برادرای عزیز در دوام این آیت الله چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس اگر شما ای مردها قوت 2 زنگی ندارین، 3 زنگی را ندارین، 4 زنگی ندارین، با یک تش کفایت کنید. شما حقوق زنها را پایمال نکنید. اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر میگه هر وقتایی که اگر مرد 2 زن داشته باشد لیکن در بین این 2 زن عدالت نکند، اگر اینها را خوب با اینها معامله نکند، اینها را از لباس تأمین نکند، از خوراک تأمین نکند، با اینها سخن خوب نگوید، این حالت در روز قیامت با یک طرف قاق شده از قبرش بیدار می شود. باید که البته حقوق زنها باید پایمال نشود
باید ما و شما با قدری اگر زن دویم هم که گیرین، من نمیدانم به قانونهای آذرت چگونه باشد، لیکن اگر زن دویم هم که گرفتید شما اگر مادامی که ناپسندی کردید و همه مهر و همه گوییم تصورات خودتان به زن دویم حواله کنین، زن یکم محروم کنین، این حالت شما گناهگار هستید. شما این حالت گناهگار هستید. بعضی برادرها این روز خبرهاش می آیند زن دویم هم میگیرد، برای او خانه آماده نمیکنند، یک جا کوارتیر هم برده میشینانش. زن دویم، زن سوم هم در کوارتیر نشستگی است. اگر شما تصور کنید که وقتی همون زن دویم یا سومی که ما و شما میگیریم، اگر همون خواهر ما و شما باشد، صاحب 4-5 فرزند شود، وای در یک کوارتیر هم در یک خانه مرد یک آدم بیگانه زندگی دارد، اگر مبادای همین مرد از دنیا گذرد، این خواهر من باشد، این علاقه درد سر من می شود، وای خانه ندارد، باز من مجبور می شوم که برای زن این انسان چیکار کنم؟ قرض کنم یا دوادو کنم یا یک جا رفته مثال انسانها را آورده کرایه برای خانه اندازم. این درست نمی شود. هر انسانی که برای زن دویم می خواهد باید او را برای خانه و برای شرایط آماده کند تا که فردا او درد سری باز برادر و فرزند و پدر و مادر او نشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.